سلام. میخوایم با هم دیگه یه اکانت استیم بسازیم. وارد سایت استیم میشیم، روی گزینه لاگین میزنیم. از ما میخوادش که لاگین انجام بدیم، ولی ما میخوایم که یه اکانت بسازیم. کریت ان اکانت رو میزنیم. از ما اینجا ایمیل میخواد برای اکانتمون. ما ایمیل رو وارد میکنیم. اینجا ازمون میگه که ریژنتون رو وارد کنین. مهم نیست هر چی زدیم، ولی حالا ما ایران انتخاب میکنیم. اینجا هم یه دونه باید ثابت کنید که ربات نیستین. اینجا هم یه گزینه داره که تاییدش رو انجام میدین، روی کانتینیو میزنین. اینجا بهتون میگه که یک ایمیل براتون ارسال شده، در واقع از طرف استیم. ما وارد ایمیلمون میشیم، یک بار رفرش میکنیم. بله، اینجا اومد. بله، میگه که وریفای کن ایمیل تو. ما روش کلیک میکنیم و میگه که وریفای شد ایمیلتون. حالا ما برمیگردیم دوباره داخل همون قسمت سایت استیم. به همون میگه که یه یوزرنیم وارد کن. یوزرنیممون رو وارد میکنیم. بله، تایید شد. و میگه که پسورد. دوبار هم پسورد رو میزنیم. بعضی وقتا ممکنه ارورایی بده که مثلا ممکنه پسوردتون یا خیلی زیاد باشه یا خیلی از حروف و اعداد زیادی مثلا تشکیل شده باشه. یه تغییری بهش میدین و در واقع روی گزینه دان میزنی. اینجا اکانتتون رو داره میسازه. بله، اکانت ساخته شد و ما الان داخل همون اکانتمون هستیم. برای هم که ریژن اکانتمون رو چک بکنیم، داخل اکانت دیتیل میریم. اینجا نوشته ریژنمون رو. من چون وی پی اینی که وصل کرده بودم روی ترکیه بود، به خاطر همین ریژن اکانتمو در واقع ترکیه کرده. ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون من ایران رو زده بودم. ولی هنوز ریژن اکانت من ثبت نشده، برای همین قابل تغییر هستش.